عظیم نترسه انبار ترکیده است. نه دخترم مجده خوب هستی؟ خوبم اکیسنو. خب اینجا بیا مجده، اینجا بیا. دخترم میکنیزی؟ مادر گریختن نمیتونم. بیا دختر کنیزی. اگر گریزم هر دویمونو میپرونم. هیچ کار کرده نمیتونم. مجده کجا شدی؟ آمدم اکیسنو. اینجا بیا. مادر روی شما روی سینون باز ترکیدنش ممکن بادی خط باشه. سینون بیا رویم یک طرفی بریم. نتوانستم گریزم نتوانستم. باید شما چکار بکنی رافع؟ خدایا توبه. این دفعه دخالت نکنید بابا، کار را تمام میکنیم. ایستی دکا صبر کنید. این کار با سلاح حل نمیشود رافع. شو تمام اکا رفتیم. گوش کن دکتر، تو را احترام میکنم، تو با ما خدمت زیاد کرده ای، لیکن این آوازه ها روز بر روز زیاد شده ایستادن. دیگر طاقت این گپانو دارم. من دخترتون رو دوست میدارم آقای حمید. آی به تربیت، تو با شرم نداشته که آمد گویی یک طرفه. امک آرام شوید. طاهر با من تکلیف خانه دورشوی کرده بودم. من باشم قبول نکردم. اما اکنون می توانید آمده من از پدرم خواستگاری نمایید طاهر. آنا دیدید همه کار وقت و ساعت خود را دارد. بیایید رفتیم. آگاه آمده دستتان را می بوسم. رفتم زینب، رفتم دخترم، رفتم. پدر شما از من خفه نشدید؟ نه دخترم اصلا. چرا خفه شدم؟ شبت خوش دخترم. شب شما هم پدر. ای اکا قیامت را قایم کرده. دیدید که دکتر نیتی بد نداشتن؟ چه میگوی حمید؟ باز نیت از این بدتر میشود. جوانان نیتی خاندار شوی دارن. چیکار کنم؟ آمده زینب رو خواستگاری کنن، آن طرفش رو میبینیم. نمیشود. من به این کار راضی نیستم. اکا ناموس گفته همه را با پا خیزاندید. باز چی میخواهید؟ با دکتر نفرت داشتن از آن معلوم است. رازگی خدا را بینید که دکتر دامادمان میشود. چیکار کنم اکا؟ با تقدیر چند دادن لازم. تو چه ها میگویی؟ مرا مسخره میکنی؟ رو از پس کارت شو. خیریت همه کار با خورسندی انجام مید. همینطور نه دلو؟ دلو دخترم مرا میشنوی؟ خوب هستی دخترم؟ خوبم بابا جان خوبم. چیزی گفتید بابا جان؟ مسئله طاهر و زینب به خوبی انجامید. انشالله خوشبخت میشوند. انشالله بابا جان، انشالله خوشبخت میشوند. من رفته خوب کنم بابا. شبی خوش. و تو هم دخترم. به خواسته‌تان رسیدید. در آخر به خواسته‌تان رسیدید. برو هم با این دستم راه کرده ایستادم. آخر وقتی هیچ خبر ندارد. من حق ندارم که باید چنین کنم.
خدایا با من کمک کن. در نزد پدرم آمکشون رو تو خونه دار میشوم گفت هیچ باوریم نمیگوید ما خوشبخت بشویم زینب. نمیدونم چقدر دوام میکنن اما ما خیلی خوشبخت میشویم. کودکان کجا شدند؟ بکری 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 خدایا اونو در کجا باشد؟ دیلا آقای حدیم چی گفت شد؟ دیلا بچه ها نیستند. خواطر نشوید، شاید به خانه رفته باشند چون که بچه شما رو میپرسید. برید رفته بینید. در خانه باشند من برو میارم. بکری در کجاست؟ بکری رفت از مادر جان. چی؟ رفت؟ و کجا رفت؟ نمیدونم مادر. سهر از خواب خستم نبود. اومده خونه را دیدم. اینجا هم نبود. او رو نیفتم. رفتم. مودام میگوریزم میگو. او گریخته از مادر. بسیل و دارون همراه شده. چرا با اجازه دادی که روند؟ چرا اجازه دادی؟ چرا نداشتی؟ خواب بودم مادر. خواب بودم. بکری او بکری گریه نکن جانکا. اکاد را یافتا میارم. او بکری بکری چشمانت کور شود. با خاینان همراه شدی. بکر برآمده رفتی میزنم. قربانت شوم بکری. چی هستی؟ در اینجا چی میکنی؟ من برای به تشکیلات همراه شدن آمدم. تو کی هستی که به تشکیلات همراه شدن میخوایی؟ من پسر فرهاد قهرمانم. کدام فرهاد؟ همون فرهادی بیناموس که مال تشکیلات را دزدیده بود. از کی بود فرهاد قهرمان شد؟ شما چی میگویید؟ پدر من برای تشکیلات جانش رو فدا نمود. به خدای دوستم به خدای پدری خائن تشکیلات را فریب داد. دو خالصه بار تشکیلات را دزدیده بود. چه خیلی بود؟ گویا نمیدانسته باشد مواد مخدر. چند روز است که تلو تفه نگفته بارهای پدر دزدیده را میجوییم. با عیب پدری قهرمان از ما ترسان و سرگردان احمق. پدر بیناموس از بارها را در کجا پنهان کرده؟ چه خیلی بود؟ پدر من این کارو نمیکنه. او قهرمان است. نمی پدرم رو داغدار نکنید. پدرم برای تشکیلات جانش رو فدا نمود. پدرت خائن است و تشکیلات خیانت کرد. تشکیلات هم او را به قتل رساند. فهمیدی؟ به قتل رساند. شما دروغ میگویید. اگر بدی گفتن که پدرم قهرمان است، آدم کلان است. شما خودتون کی هستید؟ اونا پسک‌های لخی من به شما باور نمی‌کنم. پدرت را خودی بدی حرام. بدی کاری دیگر ندارد که پدری خائن تو را قهرمان اعلام میکند. دروغ میگویید. هم خواهین هم بیناموس ها شمایید. به خود بیا ابله، به خود بیا. بدین که از پیش چشم آدمان پدرت را فرام میتوانی رفته پرسی. چطور میکنی؟ انا باشو خواهین میفراید. ایستا بس کن به فکرم بود. پدرش چی شد که او شود؟ رفته این برای دادم نمیارزد. رفته او با این حالش دور نمیرود. حتما باید در یگان جاسوس را تفتیده باشد. دکتر راست میگوید.
در این هوای سرد طاقت کردن نمیتوانم. از برای خدا رفته پسرم را یابی. کی میدوند که او حالا در کجاست؟ خودتان تنها چی در او را میابید؟ ما باید بکری رو یابیم دیلو. رفته از مردم دیهات کمک میپرسیم. اگر یک چند نفر با ما همراه شود خدا خواهد او را میابیم. راست میگوید بابا ابراهیم، راست میگوید. رفتیم بابا، خواهش میکنم بیا زودتر رویم. میلش دخترم، میرویم. تو با پسر جناب سبا دارو دادن رو فراموش نکن. میلش آقای طاهر. آقای طاهر چی شد دیلو؟ هوا بسیار سرد است. تشکر، تو دوستی بهترینی. خدا نگهبانتون. در انبار دیگر یراق نمانده است. انبار خالی سینو. بازو خواری چی؟ یکم چیز نیست. میفهمید همش نیست شده است. کار خوب نشد. آدمان گرسنه‌اند. بگاه خوراک شام خوردن کو کچر. باید خوراک شام تا کی طاقت میکنم سینان. مبارز شدن کاری آسان نیست. بگذار طاقت کنم. میدونید تشکیلات دو این به ما وعده میدهد سینان، لیکن آدمانم رو گرسنه مانده نمیتوانند. آنها رو مانید و خودمون چی کار میکنیم؟ سینان ما هم گرسنه هستیم. باید از رئیس کمک طلب کنیم، دیگر چاره نداریم. برای این وقتی بسیار در کار زنگ میزنیم. تمامی زنگها رو گوش میکنم. سینان با رئیس با رمز گپ میزنید. رئیس مقصدتون رو میفهمد. با الله میگویم حل میکنم. اگر تلفن زنگ میزنم. دخترم به همه کار بینیت رو نخوام. الو لبای من رئیس دهه آبی کلان جناب شهباز، شما کیستید؟ منم شهباز، این منم. رو از اینجا. و تو چی لازم چوپان؟ علف ها همه سوختن. رسفن ها گرسنه‌اند و ما علف لازم رئیس. به خدا برادر در کهدان دیگر علف نمانده است. خفه نشو. چی گپ شد؟ از رئیس فایده نیست. چیکار میکنین سینان؟ دهه مزار با ما نزدیک است. با جفر از آنجا میگیریم. تو در اینجا من کچه. فهمان؟ بیدی چند نفر رو همراهت گیر. مایل سینان. جمع شوید. به دهه مزار برای آوردن آذوقه میرویم. تو بیا ولی، تو هم بیا مسلم، تو هم دخترت را با خود بیار. همه از آن گوش کنید. هر نفری که یراق اسلحه ندارد اینجا میماند. بیاید میرویم. وقتی آنها رفتم دخترم را میگریزونم. ما میرویم. روید. بیایید یک قرارگاه را به تو امانت میگذارم. خواطر نشوید، شما هم با دقت باشید. مایلش. مجده با من بیا. حاضر قسم کنیز به دورو طاقت کردن نمیتوانی. تشکر کچه. زنی خیانتکار. باید به کودک یاری دهیم. کنی خزد از پس کار شویم. های کسی یاری دادن نمیخواهد. بابا ابراهیم او پسر فرهاد خائن است. ما با او کار نداریم. از برای پدرش شده کودک بیچاره رو گناهکار نکنید. اگر با او یاری ندهیم کودک در کوه میمیرد. آقای دکتر راست میگویید، اما بکری معلمه را پراندنی بود. او خیانتکار است. این کارا با ما روان نبینید. ما رو تنها نگذارید. کودک است. حالا نمیفهمد. او را فریب دادن. همین دخترم آرام شو. برادران کارهایی کرده ای تشکیلات را هم همان میدم. کودکانی خرسار را فریب میدهند. بکری هم حالا خورد است. انصافی نکنید. بیایید با کمک یکدیگر او را نجات دهید. بابا چرا پسری مرا فریب نمیدهند؟ او هم خرد هم جوان.
خفه نشوید، لیکن این از خود انسان وابسته است. قریب بود معلمه رو میپروند. این را فراموش نمیکنیم. بیزار جان مردم از او خلاص شود. در دهه ما برای خیانت کاران جای نیست. بابا خفه نشوید. ما با این زن و با کودکانش کار نداریم. به نزدیکی دخترم را از دست دادم. باز شرم نداشته به نزدمان می آید. او راست میگوید. بکری هم با راهی پدرش میرود. طرفدار تشکیلات است. چه خیلی که گفتند عاقبت گرگزاده گرگ شود. گرچه آدمی بزرگ شود. رئیس، کودک یا در کوه نمیرد یا اینکه به دست آدمای تشکیلات میافتد. بکری رو اگر مناجات ندهیم به ضعف تشکیلات میدارد. شما همین رو میخواهید؟ و خدا آقای دکتر خودت میدانی و همون بکری اگر خواهی رفته نجات ده. ما با خائنان کار نداریم. چی کار میکنیم بابا؟ با کودک یاری نمیدهید؟ دخترم نخواد یاری ندهیم. تلو تیپا نگفته خودمون بخیر رو میکابیم. شما در این هوای سرد نباید بگو ابراهیم. من میروم. من هم با شما میروم آقای دکتر. مگر خدا تنها میروی؟ دیگر علاج نداریم. بکری در خونه که طاقت کردن نمیتواند. هرچه زودتر او را یافتن لازم. کار بسیار خطرناک است. خدا نگهبانت باد. تشکر بگو ابراهیم. رفتیم آقای دکتر. راهی سفید سلام. بگو ابراهیم. زینب. میدانم. تو پروا نکن. تا برگشتنت من با حامد درباره زینب صحبت میکنم. تشکر بگو ابراهیم. خدای خودت به آنها کمک نمود. لباس عروسی رو از شهر میگیریم. ازش خیلی دروز باشه داخل زینب. بله، لباس عروسی خیلی به شما میزه به داخل زینب. با گل خواهش میگرد. عروسی با آقای توی خونه دار نشوه دفعه؟ یادمی سوالی. خیر، کی توی میشده است؟ کی آقای دکتر آمده تو را خواستگاری میکند؟ من نمیدونم ینگه. این رو پدر و امکم میدونند. آقا لباس های عروسی را تماشا میکنید ها؟ ینگه پیش از پادا چنگ نبرداریم. میلش دسترخوان را آماده کنید. اکهم در کجایند؟ در درون خواب بودند. جیغ زدم لیکن صدو نبر آوردند. کنی یک رفته بینم. اکا آی اکا با شما چی شد اکا خیزد اکا زینب امک جان اکا خدایا توبه همه را ترساندید اکا. از من چی میخواهید؟ مانند من خوب کردن میخواهم. خیزد اکا خیزد اما شما را انتظارند اکا. خیزد امک جان. مرا به حالم گذارید. روید گفتم. هیچ چیز نمیخورم. نمیفهمید. اکا از برای خدا این طور نکنید. بس کنید. یک طرفیش بیزار کردید. دقت باشید. گیف اونجا. کنی رفته بینید زودتر. کنی بینید. کسی نیست. در این هوای سرد در کوه کی میگردد؟ راست میگویی. بیا میرویم. راه گردید میرویم. زودتر راه گردید. زودتر.
پدر با هم یک بار دیگه صحبت میکنم. مایلش دخترم صحبت میکنم. اکا در نزد دسترخوان نمیشینید، خوراک نمیخورید، لقمه خوردم اون رو زهر کردید. اقلا یگان چیز گویید، از برای خدا عیب است. گرسنه شدید گفتن خوراک آوردم. خوراک شام رو هم نخوردید. این طور نکنید. نمیخورم گفتم که نمیفهمید. چرا این طور نکنید؟ نه خوراک میخورید، نه گرد میزنید، یا بیمار شدید اکا. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش باشید. خوش باشید. مایلش پنهان. شنیدم که زینب با آقای دکتر خانه‌دار میشد اصلا. این گپ راست باشد آقای حامد؟ البته اگر خدا نصیبشان گرداند. یعنی راست بود اصلا؟ خیر چی بویم؟ مبارک شود عروس. تشکرم اکش عباس. توی کی بودن است؟ تو خاموشی سکزبان. سنه توی معلوم است آقای رافع؟ با آقای رافع چی شده است؟ وای اما کم کمی ناتوب شدند. هوا سرد است، شاید شمال خورده باشند. روزی توی رو معاین کردید؟ خودتون میدونید که دکتر در اینجا کسی ندارد. درباره توی با بابا ابراهیم مصلحت میکنیم. امروز یا فردا با خواست خدا روز توی را معاین میکنیم. مبارک شود. شب هر میکنی ها؟ خدا خواهد. لباس عروسی میپوشی؟ بکری بکری چه زیبا شده ای ویشه؟ در حقیقت شما معقول شد. کی من هم خانه دار نشده باشم. خدا با هم عطا نصیب گرداند. انشالله. کنی یک جواز عروسیت رو بینیم چی آوردن. کنی نموشه. ایو. وای چه زیبا. اینها رو خودت بخشی؟ با لباسهای عروسیت را پوشیدی. چیزهای عروس رو نکوبید. جنگ نکنید خوبه جون. همش رو جو به جو میگذاریم. مونید خودم جمع میکنم. با خونه هایتون برید. عروس رو به حالش بذارید. کاش مادرم هم زنده می بودند و این روز رو می دیدند. این روز خوشبخت‌ترین روز است. گریه نکن وگرنه به خدا تو رو نمی بخشم. کنی اصلی رو هم دست شوید. بیایید کنی گذارید زودتر. این نبیره من چقدر زیبا شده است. این طور نگوی به او چشم میرسد. در رو میکوبن انشالله بخیر باشد. شما دروید من در رو میکشم. مرحمت جناب. بسیار هم خانه گرم بوده است. ما گرسنه‌ایم. هر چیز داری بیار زودتر. خوب شد از جناب. شب رو هم همینجا میگذرانیم سینان. اینجا خیلی گرم بوده است. شما چی میگوید بابا؟ بخیر است که ما را مهمانداری کردن نمیخواهید؟ نه جناب البته میخواهم
لیکن ما به توی تیاری میبینیم. خیلی خوب، ما هم با شما خرسندی میکنیم. ولی ما رو دعوت کن آخر. مرحبا جناب. درایت زودتر. آدمانی تشکیلاتند، نترسید خورو خورده میروند. و درون درایت. تو چی نام داری عروسک؟ آیشه. تو خیلی زیبا بودی. بیا دخترم. مرحبا درایت. مالش. یکم خبری خوشی است رئیس؟ البته هست. و قریبی دردی همان توی بشود. خیلی خوب. کاری تو چی؟ روی خودت خانه‌دار نشده باشی. بخیر است رئیس؟ البته بخیر است بابا. دکتر با معلم خانه‌دار میشده است. از آقای حامد شنیدیم. بله خانه‌دار میشود. توی میشود انشالله. بخیر بوده است. کجا این کار بخیر است؟ پوندی عقل. قیزبان جان، این روزها به ما هم نصیب می شود انشالله. بابا ابراهیم آمده شما را انتظارند اکا. سبب آمدن بابا ابراهیم معلوم است. بیایید همچون سردار عائله من روزی به خواستگاری آمدنشان را معین کنیم. به شما مصلحت من لازم شدن. من به این کار هیچ دخالت نمی کنم. فهمیدی حامد؟ اکا التماس این طور نکنید. زینب دخترم، تو به درس رفتنی بودی ها؟ بله پدر، حاضر میروم. با من اجازت بابا ابراهیم. خیر دخترم، با تو موافق. تشکر. بابا چای می نوشید بابا؟ می نوشم. رافع هم می آمد، همه یک جای چای نوشیده مصلحت میکردیم. میدانید بابا اکم کمی بیمار شدند، با فکرم شمال کشیدند. روزی دراز خوابند، من هم بیدار کردن نخواستم. خفه نشوید، دیگر روز مصلحت کنیم. یا اینکه رافع دکتر را داماد کردن نمیخواهد؟ گوش کن حامد، رازگی جوانان از همه ضرور است، لیکن رافع را هم باید راضی کنانیم، چون که او سردار عائلتان است. رازگی او نیز مهم است. خودت میدونی؟ میدونم بابا، میدونم. یا الله، هر مایلش بعد آمده مرا دعوت کنه. کار را بسیار کشال ندهیم حامد. مایلش بابا، مایلش. بابا هم باید به خانه اتان میرفتم زینب. آیا من کاری درست میکنم دیلا؟ در این چند روزی به شمارم طاهر را به غمم همراه کردن ناحق است. شاید این طور نشود زینب. شاید با طاهر عمری دراز میبینید. کاش چون گفته شود دیلا، اما نتیجه تشخیص دکتران نداشتم. من آینده هم رو میدونم. گریه نکن زینب، از خدا ناامید نشم. بیماریم رو به غرض هر دوی ما نباید دیگر کس فهمد، خصوصا طاهر باید تماما نفهمد. کی بر میگردد؟ نمیدونم. تا بکری رو نیابند بر نمیگردن. در این هوای سرد رو چیکار میابند؟ بکری! بیایید دفعه حبیب. بکری! خیلی سلوک است. اگر خواهید به خانه روید. نه من نمیروم آقای دکتر. کلی زود به درونی غار دروید.
قربان تو شم برو در اینجا نگذاره دختر بکنید افای حبیب بکری 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 بیشترم زنده آقای دکتر شکر که زنده است مادر جون بکری برای بردنت آمدی من رو در این کار دکتر رفتم بکری آقای دکتر دستت بازیش رفتم بیا این دختری خودت؟ نه جناب نبیارم یتیم است زیبا بوده است داماد خیلی خوشتاله بوده است بریم با مشیر بیار هر روز رفته با مشیر بیار کمی شیر نوشه زود فاطمه زودتر شیر بیار نترسید خانم نترسید نترسید من بالغ نیستم من سلاح دار نیستم چی میخواهید؟ دخترم در بین اوناست او را نجات دادم میخواهم خواهش میکنم به من یاری دهید خانم باید دخترم را از دست آن خائنان گریزانم التجا میکنم کمک کنید توبه ما کمک کنم برایم لباس بیارید به خانه در آمده نزدیک دخترم روم آن طرفش خدا بزرگ است او باهوش بیاید چه حال داری بکری؟ خوبم خوبی؟ مادر بکری مادر جون پسرم شکر که خوبی خدا تو را نجات داد پسرم تشکر به آقای دکتر اگر تو را نمیافتم میمردی کاری خطا کردم مادر میدونم دیگر نه به کوه میباریم نه به تشکیلات همراه میشوم توبه کردم مرا ببخشید خدایا تو را شکر میگویم پسرم را به من برگرداندی من خوندن میخوام مادر آفرین به تو بکری آفرین پسرم زود زنگ زنیم بابا شاید در مکتب جای خالی پیدا شده باشد بایدش زود رفته زنگ بزنیم بیایید رویم من حاضر میآیم پسرم وای بابورم حالم با اهل اویله زینب مصلحت نکردند نه خود چرا مصلحت نکردند؟ مرحمت گیرید این طور نکنید بیمار میشوید آخر اکرم از برای خدا مثل کودکان رفتار میکنید من چیکار کنم؟ هم طاهر هم زینب خانه‌دار شدن میخواهند تنها شما نمیخواهید خدایا من چیکار کنم قربونتون شم آقای مدیر برم رو برم تو که انتظار شم آقای مدیر از برای خدایی رو قبول کنید فهمم مالش آقای مدیر مالش جای نداری میگوین اکنون من چکار میکنم آقای حبیب این طرف شما هم مکتب گفتید چی بکری رو با مکتب دادن شرط است مگر شرط است رئیس شرط است اگر بکری در اینجا ماند
عاقبت پدرش برای خدمتگاری تشکیلات میشود. تلفن کردن من به شما خبر میدهم. قربانتان شما خبر دید. میدهم گفتم که میدهم. بسیار گرنگ نکنید روید اکنون. به فکرم او را اونجا قبول نمی کنند. بکری را به یگان مکتب شهر فرسته میگویم اگر یگان شناخت داشته باشی کمک کن. در شهر رفیقانی زیاد دارم، اونها کمک میکنند. بیایید زودتر بکری رو فرستیم. ما باید به اونها زنگ زنیم. رقم تلفنشون در تلفن من ثبت شده است. زودتر رقمهایشون رو یافته زنگ زنیم. برای به کار در آوردن تلفنم قوه برق لازم است. قوه برق. در دیه هم قوه برق نداریم. دستگاه برقی هست لیکن کار نمیکند. هر گاهی که رئیس خواهد اون رو به کار می‌دارد. اون رو تعمیر کردن در کار بابا ابراهیم. اگر رئیس تعمیر نکند خودمون تعمیر میکنیم. من رفته از یشر خواهش میکنم تا از دهه چیور برای ما استای برق را یابد. حاضر میشود؟ کمی صبر کن دخترم حوین. سلامتی بکری خیلی خوب شده است. شما او رو به خونه‌تون برید اپای حوین. ما برای هر چیز زودتر بردن او از دهه یگان چاره میجوییم. مهلش آقای دکتر. من آمدم بیا. حوین با کمک بابا ابراهیم کودک را گریزاندن میخواهد. یک بلا کرده است این اون رو یافته او را از واقع آگاه نماند. خانه به خانه گشته آذوقه جمع کنید. کسی سرکشی کرد با او رحم نکنید. همه‌تون نروید. دو نفرتون همینجا مانید. مایلس بده. روید. میرویم رفتیم. خودش تو چی میخواهی؟ شیر آوردم. خوب باوده کنیده. تو چیکار کردی؟ نیشت را نگاه کنی نمیشود. بکنم. بیا دخترم بیا. مادر خاموش برفید. مادر چرا به اینجا آمده؟ برای بردنی تو آمدم دخترم. بیا مادر جان نمیروم رفته نمیتوانم. اما از این طرف میپریزیم. چرا شدی؟ در کجای مجده؟ اینجایم اکسی. اینجایم. تو برای من چای بیار. مجده به نزدی من بیا. زودتر راه گرد مجده. می دخترم از اینجا نمیروم. میرم و نمیروم. همین که طوری شد دخترم را میگریزانم. بخیر است بابا جان. آقای دکتر همینجاست دخترم. آن کس در همین جوید. من همین جایم بابا. من به خانه حامد میروم پسرم. با راستی؟ سبب رفتنم مسئله توی نیست پسرم. حامد من ازم آمد گفت که احوال رافع او را به تشویش آورده است. چند روز باز نه گپ میزند نه خوراک میخورد. یک رفته با او صحبت کنم خواستم تو را هم آگاه نمایم. آقای رافع زیدی خانه دار شوی من و زینب است. تو او راضی نشود ما خانه دار نمیشویم. این خیرکارها به رازگی سردار عائله نمیشود. این عرف و عادتمان است. لیکن ذکر نشو پسرم او را راضی میکنیم انشالله. اجازت میدهید که همراهی بابایم روم؟ البته رو. رافع جهال داری برادر؟ با خیر است؟ یگان مشکلی داری؟ اکا این طور نکنید. اقلا بابا بگذنید. آی بس رافع این طور نکن و تو نمیزیبد. کودک هستی مگر در این سن و سال خوراک نخوری نمیشود بیمار بشوی. اما کم را میدونم طاهر را دوست نمیدارند برا نمیخواهند اما کم هیچگاه راضی نمیشوند. بعد چی میشود؟
در اصل من باید این تکلیف را قبول نمی‌کردم. نباید طاهر را بدبخت می‌کردم. چرا اینطور میگویی زینب؟ چه با آقای طاهر خانه‌دار شدنی نیستی؟ تو چی ها میگویی دیلا؟ تو حتی تصور کردن نمی‌توانیم. اما طاهر نمی‌داند که با دختری خانه‌دار می‌شود که بیمار است. اگر داند چه می‌شود؟ نه، نباید داند دیلا. زیرا نمیخواهم برای من دیگ شود. نمیخواهم از روی دلسوزی با من خانه‌دار شود. میمیرم ولیکن این را قبول کردن نمیتوانم دیلا. راست میگویی. نترس دخترک. نزدیک نشو. من آدمی بد نیستم. با من نزدیک نشو. تو بر این دخترها را دوست می‌دارم. ایستا. با من نزدیک نشو. خاموش. داد نزن میگویم میشنوی. با من نزدیک نشو. خاموش. از تو سر از من میشوی. باش باش. یخوی باباید رو فرار. یخوی. بابا باید نرسیم. داده درو. داده. دروازه رفتیم. داده مرو. داده مرو. مادرون درو. التجا میکنم با من نرد. باقی درست سوی دارم رحم کنم. التجا میکنم با من نرد. آنها رو مادرون برید. زاده کسی تو کسی مادر دخترم مادر رفتیم دخترم بیا نمیتوانم دخترم مرو بریم بیا میرویم دخترم نه تو کسی سلکی یک نفر مرا بردن خواست. کسی نیست مجده. این تاثیر درست. بیا رفتیم مجده. بیا رفتیم گذر. دخترم مرو نشینو داروها رو با مجده میدهیم لیکن هیچ تاثیر نمیرسه. برای تاثیرش را فهمیدن باید 3 هفته انتظار شوید. برای آنکه مجده همه چیز را فراموش کند 3 هفته ماند. بعد از آن حتی مادرش را نمیشناسد. تاثیر دارو اکنون من چی کار میکنم؟ طاهر پسرم شما ما رو انتظار بودید؟ بله،
اونها راضی شدند. رافع انسان یک رو است، خیلی یک رو است پسرم، لیکن ما سر نمی فراریم. فهمیدم. بگو میرویم. رفته. دوتر نما نکنه. دوتر گفتم. دوتر یعنی زود رفت کمک کنه. دوتر نما نکنه. دوتر بار کنه. همش رو بار کنه. زود باشه. خیانتکاران، دخترم را به شما نمیدهم. تشکر دیلو. بیدار شدم. تمام شب همینجا خواب بودید؟ با کل بچه‌ام رفتن نمیخواهم. ذیق نشوید، پایان شب سیاه سفید است. هیچ ترزیق نشوم دیلو. طاهر، زینب چه شد؟ احوال عمکم خیلی بد است. آخر دیشب خوب بودند. ولی خوب بودند، ناخواست احوالشون بد شد. اکا مرحمت شینید. بس کنید اکا، خوراکمو زهر نگردانید. اکا شما چی شد اکا؟ اکا شما چی شد؟ خداوند او رو از ما نگیر، نگه باشم. با پدرم چی شد است آقای دکتر؟ آقای دکتر، پدرم زیاد می شوند؟ کنی بس کنید همتون. روید از اینجا. روید. کنی. روید. کن رو گریسته بخوری در اون بر. از گرسنگی زیاد فشارشون پس شده. این خطرناک نیست دکتر؟ نه، دارو میگذارونیم زود صحت میشوند. سلامت باش. من رفته بکری رو خبر میگیرم. مایلش آقای طاهر. خدا شفا دهد. خدا شفا دهد. تشکر. کنی بچه ها یاری دیه. سینون یاری دیه. کنی زود باشید. زودتر. چیگه؟ مسلم خبر فرستاد. ما با ابراهیم بچه رو بانان بکری از دهک گریزانده نیست. سینون رو خبر ده گفت. نه از پس کارت شو. میدی همون سینون آدمانی اینجا با من لازم نیستن. با آنها گوی با ده هجوم کرده بکری را گرفته بیارن. فهمیدی؟ بگی؟ من سینون کنی خیز؟ احوالت خوب است پهلوان؟ خوبم آقای دکتر. خوب است آقای دکتر. هم سلامتیش خوب، هم رفتارش. باز کار به مکتبش حل میشد. انشالله. این کی باشد مادر جون؟ بخیر است قزوان؟ شما رو با تلفن جیغ میزنند. یعنی دیگر به تشکیلات همراه شدن نمیخوایی بکری؟ نمیخواهم. توبه کردم آقای دکتر. با مکتب میروم. من هم خواندن میخوام آقای دکتر. آفرین به تو خوجا. با معلم زینب میبیم که به تو درس ده. دختر رئیس اومد. از مکتب تلفن کرده. بکری رو دعوت کرده. بسیار خوب. با ارزویتان رسیده. بیا زود برویم مادر. بکری با این حالش به مکتب رفته میتواند؟ البته میتواند. زود به راه میبرویم. لیکن با این احوال چطور میرود؟ لباسوی بکری آماده نموده پای همین. غیر از لباسهای در تنش بوده دیگر هیچ چیز ندارد. من کمکتان میکنم، زیخ نشوید. خدا شما روزی باشد. و فکرم به خود میآید. پدر اومدم دخترم، اومدم. آها، عاقبت گرسنه‌نشینی انا همین. الهش پایا به رافع.
احمد جون کمی بهتر شدید؟ با من چی شده؟ قریب میمردید اکا. نه. بله قریب میمردید. شکر که دکتر آمده شما را صحت کرد. کی؟ دکتر طاهر آمده شما را صحت کرد. نه. دکتر انسان خوب است. او میداند که شما او را دوست نمیدارید، لیکن به این نگاه نکرده او آمده شما را طبابت کرد. و خدا اگر من میبودم هیچگاه این کارا نمیکردم. بابا شما چیکار میکردید؟ راست گپ من هم کمک نمیکردم، اما آقای دکتر بسیار هم انسانی خوب است. دکتر نجات داد گفتی؟ البته شما باشید حالا هم او را بد میبینید. تو با او خانه‌دار شدن میخواهی؟ البته احمد جان اگر شما راضی شوید. فکر میکنم این دکتر آدمی بد نبوده است. طاهر ما شما رو میخواستیم طاهر. با همه که دگون گپ شده است. نه بیمارمون خوبند. زینب با شما گپ دارد. شما صحبت کنید زینب، من به نقطه طبی میروم. نه هیچ به کجا میروی؟ آخر تو خواهرمون حساب میشوی دلا. بخیر است زینب. خبری خوش آوردم طاهر. اما کم به خونه دار شدیم راضی شدند. راضی شدند؟ بله. بهتر از در اینجا زیاد نیستیم که باز ما رو غیبت نکنم. توی که بودم شتاب نکنید، با بابا مصلحت میکنم. گپت راست برام دیلا، روزی نه با ارزوی امیدی نبامد. خیلی خورسندم. خیلی خورسندم. من با کل بچه هم میروم. با پای همین یک دو چیز بودم لازم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. قریب بود که افتاد. خوب هستی قزبان؟ خوبم آقای دکتر. کسی چیزی گفتن گیرد قزبان، لیکن تو بسیار انسانی خوبی. با این سخنه چی گفتم میخواست؟ این چیست؟ پدر زیبا بوده است. کی اینها رو مونده باشد؟ این تصادفاً از اینجا میگذشت یا اینکه به من عاشق شده است و خدا عیبه داشته است. دکتر جانی من. خالای زیلول؟ چه حال داری پسرم؟ به اونجا رفته بودید خالای زیلول؟ به نزد دخترم رفته بودم پسرم. خوب هستی؟ خوبم، خیلی خوبم. بخیر است؟ خانه دار میشوم خالای زیلول. چی؟ با کی؟ با زینب خانه دار میشوم خالای زیلول. با زینب؟ اهل آیلهشون راضی شدند. همراهی بابا ابراهیم با خواستگاری میرویم. من میخوام شما هم آید. چی من؟ پسرم
من با بیشاگه و دوای خونی دارم. من با آقای حمید میگم شاید به خاطر این کار خیر دوای خونی رو فراموش کرده آشتی شوید. این ناممکن است. چرا ناممکن بود است؟ خیر هیچ گپ نه. من حالا کمی کار دارم، بعد صحبت میکنیم. مایلش خلای زیلال. تو چی کار کرده ایستاده ای پسرم؟ زینب دختری دشمنی جانیت است. دیلا خوش آمدید خواهی زلوف. دکتر با معلم خانودار می شده است این راست؟ بله خواهی زلوف. نخواد او این کار را کند دیلا. چرا نکنند؟ همدیگر را دوست می دارند، با هم خانه‌دار می شوند. اما این خیلی خطرناک است دخترم. برای چی؟ من رفته بابا ابراهیم رو دارم. دختر جانی من، دیل و جانی من، تو رو دوست دارم. دختر جان. دخترم چرا در این خلوتی الله رو در پس در گذاشتی ها؟ خوش آمدی پدر. خوش باشه. چی گپ است دخترم؟ این قدر خرسندی؟ چی شد؟ چی نشد؟ کلاهراگی خبرها رو شنیده ای؟ معلمه با دکتر خانه‌دار میشده. میدونم پدر، اما که رافع زیر برمادم این کار نمیشود. نه آقای رافع هم راضی شده است. نخواد به قریبی توی میشود، فهمیدی؟ دخترم کزبان توی میشود، تو چرا گیره میکنی؟ دکتر برای فریب داد. دکتر برای فریب داد پدر. چی؟ معقول شد؟ خیلی معقول شد. کمتر کلانتر است لیکن میشود. به همینشم تشکر. من باید به نقطه طبی روم. با بابا ابراهیم هم خبر میدهم تا آمده بکری رو گسیل کنند. من هم همراهش آمده بکری رو گسیل میکنم. پسرم با کمک شما نجات یافت. خدا از شما راضی باشد. هزاران بار شکر میگویم. دیگر گریه نکنید آقای حوید. بینید بکری از تشکیلات نجات یافت. خدا را شکر. آقای دکتر بخیر است عمر. بابا هم شما را جه زدن، در حجره کاری رئیس هم میروید. مایلش عمر بیا رفتیم. من با شما دایی میگفتم که این دکتر آدمی خوب نیست. از پسش گپ نزن رئیس. وقتی که دکتر آمد در رویش هم میگویم. نه آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیا پسرم بیا. همین اینجا نشین. کاری کرده درست نیست دکتر. هم خانه‌دار شدن میخواهی و هم به دختران مردم چک علا میکنی. صبر کن رئیس. آتشین نشو. اگر یگان کاری بد کرده باشد معلوم میگردد. چی گپ است بابا ابراهیم؟ در آن که هم با زینب خانه‌دار شدن میخواهی و هم از پس قزبان میدوی. من؟ شما چه ها میگویید؟ انا توفهی به دخترم خریدد. انا اثباتش. تو مرا مسخره کردن میخواهی دکتر؟ ای بس ای. کمی صبر کن رئیس. بگذار خودش گپ زند. من تو را انسانی خوب میدانم. این گپ راست است مادر؟ بابا ابراهیم این تهمت است. ولی نگرید. باز شرم نکردن تهمت است میگوید. گوش کنید. در ده هست دکانی که چنین توفه داشته باشد؟ نیست.
اینها را تنها از دست فروشنده گرفتن ممکن. از او پرسید که آیا من این چیزها رو خریدم یا نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن اینجا بیا. بیا. گذر. مرحمت رئیس. اینجا شدم. بخیر است. کنی گبزن رجب. این آینه و شانه را دکتر است و خرید. رجب، تو چیزهای فروختت را نمیشناسی؟ البته میشناسم. کنی گبزن؟ شخص خریدار رو گفته نمیتوانم، لیکن این رو دونید که اینها رو آقای دکتر نخریده است. من اکنون رفتم میتوانم. رو پسرم. رو خفه نشو. با تهمت یک رزیل تو را سرگردان کردیم. هیچ گپ نه آقای حمید، هیچ گپ نه. من به خانه اپای حویم میرم بابو ابراهیم. من در خانه هم پسرم. تو هم از پس کارهایت شو. سلامت باش. شما هم سلامت باشید بابا ابراهیم. رئیس، هم خود هم ما را شرمنده کردی. کاری را انیق نکرده یگان کس را تهمت نکن. شرمنده همون کردی رئیس. و جوانی بیچاره تهمت کردی. رفتیم بابا ابراهیم. او نباشد پس اینا را کی خرید است؟ بخیر است خانم. خیزبان؟ کاره چی؟ خیزبان یا اینکه توفه های من بخون نشدند. چه خیزفه؟ آینه چه بود شانه؟ اونها را تو گذاشتی؟ بله من گمان کردم که دکتر آنها را گذاشته است. تو چی؟ دکتر را دوست می‌داری؟ لیکن دکتر با معلمه خانه دار می‌شود. هیچ گپ نیست. من هم آقای دکتر برای یگان صاحب معلومات خانه دار می‌شود. نخود. ها؟ دوباره اینها را نظرم نمیگیرد. یعنی حالا همین طور خیزبان مرا نظرت نمیگیرد. مایلش من هم میخوانم صاحبیل میشوم. انا بعد میبینی چی بشود. خیلی منتظر شدی. نی بابا، در این هوای سرد خونه خورده. گذشته شد. گذر دخترم. من درباره خانه‌دار شوی با شما صحبت کردن میخواهم. بخیر است. چی دکتر با معلم خانه‌دار میشود؟ این چی گپ است هلال؟ دو جوان همدیگر را دوست داشته خانه‌دار میشود. این چی بدی داشته؟ عائله‌دار شدن آنها کاری خطاست. برای چی خطا بوده از دخترم زلال؟ من دکتر را با اون معلم هیچ مناسب نمیدیدم. من او را به نبیرت آن یولمز مناسب میدیدم. سالها باز خانه‌دار شوی آنها را منتظر بودم. چرا دروغ گویم؟ من هم یک وقت نیت داشتم لیکن نشد. به حمید گویید زینب را به دکتر ندهد. آخر دکتر بیگانه است. ترک است. هر چی شده است بیزا بیگانه باشد. بیشاگی ها دکتر را به دامادی قبول نمودم. من این را گفته نمیتوانم. بیشاگی ها آدمانی بدند. در آینده دکتر را عذاب میدهند. دکتر حرف میشود. لااقل به دکتر گویید که این کار را نکند. و تو چی شده است زلال؟ خوب هستی؟ چی گپ شده است؟ چرا اونها را از هم جدا کردن میخواهی؟ بابا راستی گپ دکتر را چون فرزندم دوست میدارم. نمیخواهم که به دختری حمید خانه‌دار شود. گوش کن دخترم، آنها دشمنانی جانیت هستند میدانم، اما دکتر پسری تو نیست و این کار دخالت نکن. راست میگوید بابا.
راست میگوید. اینها رو برای بکری میبرم دیلو. شما برمیآیید. بکری رو تو بیرون دیگه گوسل کرده میآیم. اگر زینب مرا پرسد همین طور گوی. مایلش. بیایید خاله زیلول. مرحمت. بخیر است خاله زیلول. برای صحبت وقت داری پسر؟ من یک کار دارم. وقتی که برگشتم گوش کن. به دختری بیشاگی ها خاندار نشو. آنها بیرحمند. میدونم. در بینتان دعوای خون است. غیر از این کارهای کرده رفیق و برفین. آنها رو دوست نداشتن و با آنها نفرت داشتنتون رو میدونم. لیکن من نه با اویلش بلکه با زینب خاندار میشم. زینب خیلی دختری خوب است. برای فکر مرا کردنتون تشکر زیاد خاله زیلول. روحی سفید. سلامت باشی. آه پسرم عاشق شده است. زینب رو دوست می‌دارد. چرا این کار رو کرد؟ چرا به زینب عاشق شد؟ تو دایم در نزدش بودی. من گمان کردم او به تو عاشق می شود. دایم همراهش بودی. چرا به تو دل نبست؟ چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ یا اینکه دیلا دخترم دیلا دخترم یا اینکه فهمیدم تو طاهر را دوست می‌داری. تو دختر را دوست می‌داری دیلا. دمزن شرم نکن دخترم. من مادرت حساب می‌شوم. مادامی دختر را دوست می‌داری چرا او را صاحبی نکردی؟ یکم کار می‌کردی با او می‌گفتی. چه کار کردم میتوانستم خاله زیلول؟ از دستم چی میومد؟ گپ تنها در آن نیست. زینب بیمار است. او بیماری وزنین است. چه خیلی بیمار است؟ دیلا دخترم به من بگو. سرطان. چی؟ از برای خدا گپ زن دیلا. طاهر این رو میدوند. پسرم تو چی کار کرده سونی؟ خودت رو به آتش میپرتویی. نه این طور نمیشود. در پیش چشمم نابود شدنی فرزندم را دیدم نمیخواهم. این کار را نمیکنم. عاشقان را از هم جدا نمیسازم. اما اگر خاموش ایستم حیاتی برات را میسوزانم. زینب لبه خاله زیلول. با دکتر خاندار میشوی؟ بله خاله زیلول. به تو گفتنی دارم. مرحمت. گوش کن. آخر دکتر گپ زنید خاله زیلول. دکتر بیمار بودنت را میدوند. نباید راست باشد. نباید راست باشد. دیلا
چی کار کردم؟ آیا کاری درست کردم؟ چی کار هم میکردم؟ پسرم حیاتش رو میسوزاند. هر یک مادر آرزوی خاندار کردن پسرش رو میکند. من باشم پسرم را از دوست داشتهش جدا میکنم. اما پسرم کاش خودم با تو خواستگاری میکردم. پسرم براتم، مادرت برای خوبی تو این کار رو کرد. خدایا به من کمک نما، ببخش مرا خدایا. او را از دوست داشتهش جدا کردم، از دوست داشتهش جدا کردم. مجبور بودم، دیگر علاج نداشتم. دیلا چی شد زینب؟ طاهر بیمار بودنم رو میداند. گفتم دیلا بیمار بودنم رو میداند. زینب آروم شد. راستش رو بگی دیلا میداند. زینب بیستو به من گوش کن. آقای دکتر نامدن مادر؟ سروس من شب می آیند. مادر از ما چی میخواهید زایمان؟ برو مادر امید از خونم. چی خواستن امان را میدانه. کنی را گرم نروه. سرده همراه نمیشوم. شما ولی خواهی نمیشوم. کارو نکنید. خاموشی تمت را گیر ابله. دستشان قبل نزن. پدرم را آدمیان تشکیلات پروندن. ما را با یکدیگر دشمن میکنید. دشمن اساسی خودتون تمت را گیر. پسر را نمیگویم. راگر میگویم. نمیگویم. خواهین ها شما چیکار میکنید؟ من با تشکیلات همراه نمیشوم. راه خوشاید میگویم. خرابش کن. فرزندت با تشکیلات همراه شدن. او باید همراهی ما رو بد. فهمیدی؟ یکی باز نکنم بیشترم هم نبرد. یکی باز نکنم دهانت را پوش نگویم. فکری قربانت شوم. یکی جا نکنم بیشترم را نبرد. یکی جا نکنم یکی جا نکنم. چی شد؟ یک طرفی آقای حویل با مادرت چی شد خوجا؟ لاداران اکم رو بردن آقای دکتر. حالشون خوب نیست بابا ابراهیم. من زود رفتم چوت دونم رو میارم. دیلا چرا گریه کردی زینب؟ بیمار بودنم رو میدونستید. خانه شریعتون از روی دلسوزیتون بوده است. زینب از اول میدونستید و خودتون رو به نادانی زدید طاهر. زینب تو به کیف پنهان میداشتید. بگویید طاهر تو به کیف پنهان میداشتید. یا اینکه پس از مرگم. خاموش زینب خواهش میکنم این خیلی گپ نزن زینب. حیفی شما طاهر.
филми овозадори қиёми рӯз баъди ҷаҳонгардиҳо баъди ғарбу шарқ аврупову осиё аз студияи симо дастрас қиёми рӯз серҷоизатарин филм дар студияи симо. агар зани мани шоза чикор мекунам? пайроҳаи тақдир филм соли 2011 дар мақсади продюсерии Симо Продакшн аз Туркӣ ба тоҷикӣ гардонида шуд.